سلام بچه، امروز اومدیم با یه ویدیو راجع به اولین نشریات زنان در گیلان. خب بچه، امروز میخوایم راجع به نشریات زنان در گیلان صحبت بکنیم. اینکه تاریخچه مطبوعات زنان در گیلان به چه سالهایی برمیگرده. میدونیم که گیلان دروازه اروپا بوده. همین باعث شده که مردمش ترقی خواه بشن و همیشه به دنبال آزادی باشن، زودتر از شهرها و مناطق دیگه در ایران. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب مشروطیت این بود که زنان تونستن از کنج خونه ها بیان بیرون و حضور فعالی در اجتماع داشته باشن. تاریخ نویسان از شرکت زنان در جنبش مشروطیت و همینطور نهضت جنگل و شجاعتشون در راه آزادی بسیار سخن گفتن. بعد از انقلاب مشروطیت مدارس زیادی تأسیس شد و همینطور جمعیت‌هایی که در اونها زنان به پرورش و آموزش هم-نوعان خودشون می‌پرداختن. ما میدونیم که زنان گیلانی در هر راهی که قدم برداشتن همیشه بهترین بودن. زنان گیلانی همین که تونستن به آموزش دیگران بپردازن، شروع کردن به چاپ نشریات در استان گیلان. وجود نشریاتی ویژه زنان باعث شد تا زنان آگاه و مترقی بشن و افکار پوسیده نتونن اونها رو توی پستوی خونه ها زندانی کنن. بانو مرضیه زرابی در سال 1304 خورشیدی تونست نشریه نامه نسوان شرق رو در بندر انزلی تأسیس کنه. این نشریه از پیشقدمان دفاع از حقوق و آزادی زنان بود و نقش مهمی در بیداری بانوان ایفا کرد. در شماره 38 مجله گیلوا راجع به نشریات زنان و فعالیتشون در مطبوعات گیلان نوشته: در قسمت نامه نسوان شرق فریدون نوزاد اینطور می‌نویسه: این نامه مدافع حقوق زنان بود. ابتدا به صورت مجله در 24 صفحه هر 15 روز یک بار با ابعاد 12 در 16 سانتی متر نشر می‌یافت، ولی این کار ادامه نیافت و نامه نسوان شرق به صورت روزنامه درآمد که هر 10 روز یک بار منتشر و با مشخصات زیر چاپ و توزیع می‌گردید. محل اداره بندر پهلوی، صاحب امتیاز و مدیره مرضیه زرابی. پس از یک شماره وجه اشتراک دریافت می شود. اجالتا ماهی 3 شماره. بهای نامه داخل 1 سال 30 قران، 6 ماه 20 قران. جریده نسوان شرق یکی از نشریات موفق و معتبر گیلان بود که نقش مؤثری در بیداری و تنویر افکار زنان گیلان ایفا نمود. ظاهر نشریه نامه نسوان شرق اینطور توصیف شده: در سرلوحی این نشریه تصویر زنی ایستاده که با دستی گهواره و دستی دیگر کره زمین را به حرکت در می‌آورد. 2 سال بعد از انتشار نامه نسوان شرق، مجله دیگری به نام پیک سعادت نسوان توسط خانم روشنک نودوست در رشت و در سال 1306 تأسیس شد. بانو روشنک نودوست از پیشقدمان نهضت بانوان و همینطور تئاتر گیلان بود و در این راه سختی‌های زیادی رو کشید. در مجله پیک سعادت نسوان مطالب زیادی راجع به زنان نوشته میشد. مثلا عبارت بود از مقالات مختلف راجع به خانه‌داری و کارهای بهداشتی، تربیت کودکان، اوضاع زنان، مختصری از اخبار ولایات و مقالاتی درباره فعالیت‌های اجتماعی و پشتیبانی از حقوق بانوان و روشن کردن زنان و نجات آنان از جهالت و خرافات. متاسفانه این نشریه به دلیل مشکلات سیاسی در سال 1307 تعطیل شد. نشریه‌های بعدی که توسط زنان گیلانی منتشر شده، یکیش نشریه فرید بوده و یکیش نشریه شوخ که نشریه‌های فکاهی اجتماعی بودند. 2 نشریه فرید و شوخ با درج حکایت‌ها و پاورقی‌ها و داستان‌های کوتاه و نامه‌ها و تلگراف‌های فکاهی و اندرس‌های اجتماعی و کاریکاتورهای نفیس و جاندار چندی در عالم مطبوعات گیلان درخشیدند و نقش ارزنده‌ای در بیداری و آگاهی زنان در جراید آن زمان ایفا کردند. نشریه فرید در سال 1330 با صاحب امتیازی خانم امینی و مدیریت و سرپرستی خانم ایران نعمتی فولادلو در رشت منتشر می‌شد. صاحب امتیاز روزنامه شوخ هم احمد نعمتی و مدیر و سردبیر اون هم خانم ایران نعمتی فولادلو قید شده. روزنامه شوخ یکی از معتبرترین هفته‌نامه‌های فکاهی استان گیلان بوده که در 20 مهر 1330 در رشت منتشر شده. آقای فریدون نوزاد درباره نشریه شوخ اینطور می‌نویسه: چون بعد از انتشار شماره 12 فرید بین خانم امینی و ایران نعمتی اختلافی پیش آمد، آقای احمد نعمتی همسر ایشان به کسب امتیاز شوخ توفیق یافت و خانم نعمتی این بار به انتشار روزنامه مربوط به خود پرداخت و روز شنبه 20 مهر 1330 شماره اول هفته‌نامه فکاهی شوخ را منتشر کرد.
این روزنامه در 8 صفحه چاپ می‌گردید و از هفته‌نامه‌های خوب گیلان به شمار می‌رفت. در سال 1325 خانم خدیجه کشاورز نشریه‌ای به نام کار و دانش در تهران تأسیس کرد که ایشون همسر جناب فریدون کشاورز هستند. اما خب نمیتونیم جزء نشریات گیلان به حسابش بیاریم، اما خب چون یک زن گیلانی بودن لازم دونستم که حتما بهشون اشاره کنم. در این نشریه هم بیشتر راجع به زنان و مشکلاتشون صحبت می شده. یکی از مردانی که در نشریات به مشکلات زنان می پرداخته میرصالح مظفرزاده بوده. میرصالح مظفرزاده در خلال سالهای 1306 تا 1308 مقالاتی تحت عنوان به نام زنان در نشریات رشت می نوشت که مسائل مختلفی رو شامل می شد. مثلا راجع به مسائل و مشکلات زنان صحبت می کرد. ازدواج‌های اجباری، ظلم و استبداد پدر و مادر و شوهر، تعدد زوجات، خرافات و تعصبات زنانه و از این دست مسائل. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشیم که با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.